به پایان بینندگان گرامی، برنامه امروز است. در استودیو فرزانه شیرینبگ. از خبرهای امروزه آگاه می شویم. فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان: جنگیان طالبان به تاجیکستان پناه نآوردند. مرگ یا آتش زدن دفتر کاری. ژورنالیستان تاجیک چرا باید انتظار بود از داعش؟ پان کی مون روز پیروزی را در مسکو جشن خواهد گرفت. سوء استفاده از نام پسر رئیس جمهور. این و دیگر خبرها را در شبکه آسیای مرکزی تماشا کنید. فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان رجب علی رحمان علی ادعای برخی از مقامات افغان را به پایه خواند که گفتند جنگجویان طالبان به جنگل‌های در مرز با تاجیکستان پناه برده و با نیروهای مسلح و امنیتی افغانستان می‌جنگند. و امروز 6 می در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت که همکنون جنگ‌ها در شهرستان امام صاحب ادامه دارند. رجب علی رحمان علی افزود که این جنگلزارها در آن سوی رود 5 جای دارند که قلمرو تاجیکستان نیست. در این باره فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع چنین میگوید: من فقط یک چیز میگم که امروز مرز تاجیکستان مستحکم است. وابسته به مسائل وابسته به بازپردور مستحکم نمودن مرزهای دولتی تاجیکستان با کشورهای هممرز در خط دویم دفاعی جزو تامهای وزارت دفاع ایستاده است. در صورت خطر احتمالی یا تهدید خطر به کشور البته جزو تامها که در خط یکم و دویم ایستادن و فکر میکنم که ایستادگی کرده میتوانند برای همه اون نیرویی که با اون شرط هدفهای غرضناک داشته باشند یا نیروهای مسلح غیر قانونی باشند. این در حال است که روز گذشته برخی از رسانه‌های افغانی خبر داده بودند که در پی عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت قندوز طالبان با جنگل در مرز دو کشور پناه برده از آنجا بر نیروهای امنیتی افغان حمله می‌کنند. همزمان ترکمنستان و ازبکستان نیز از نیرومندسازی دیدبانی در مرزهای خود با افغانستان خبر دادند. روسیه نیز تاکنون بارها هشدار داده که درگیری‌های شمال افغانستان و حضور هراس‌افکنان دولت اسلامی در اینجا امنیت تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی را تهدید می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد پان کی مون روز پیروزی را با سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای همسود، سازمان بریکس و رهبران برخی از کشورهای اروپا و آسیای شرقی جشن خواهد گرفت. استفان دوایریچ سخنگوی سازمان ملل متحد به روزنامه‌نگاران گفت که برنامه دیدار و ملاقات‌های پان کی مون در مسکو هنوز دقیق هماهنگ نشده، ولی او قطعاً در برنامه‌های جشن 70مین سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر فاشیسم شرکت خواهد کرد. روز پیروزی در سازمان ملل متحد از چند روز پیش باز جشن گرفته می شود. چنانچه دیروز در قرارگاه SMM مجلسی با شکوه با شرکت کهنسربازان جنگ جهانی دوم برگزار شد. سازمان دهندگان این مجلس که در کنارش نمایشگاه عکس‌های جنگ و پیروزی نیز عمل می کند، نمایندگان تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان و ترکمنستان در SMM هستند. به نظرم اقدام خوب است. در این نمایشگاه عکس‌های قهرمانان ملی از همه 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی به نمایش گذاشته شده اند که در جنگ بزرگی وطنی پیروز شده بودند. کلاً موضوع این نمایشگاه قهرمانی سربازان و کارگران پشت جبهه و هم مردم عادی که سختی‌های جنگ را پشت سر گذاشتند و بر دشمن پیروز شدند، یعنی نسل پیروزمند پدران و مادران ما که از کارنماییشان افتخار می‌کنیم. سازمان‌های گمرکی تاجیکستان و روسیه در نظر دارند نمایندگی‌هایشان را در دو کشور باز کرده همکاری‌های دوجانبه را گسترش بدهند. بنابر اطلاع وبگاه رسمی دولت روسیه قرار است در جلسه نوبتی نهاد اجرایی طرح توافقنامه بین دولت‌های روسیه و تاجیکستان برای افتتاح دفترهای نمایندگی سازمان‌های گمرک دو کشور در قلمروهای یکدیگر برای تصویب بر رئیس جمهور روسیه بررسی و پیشنهاد شود. در این وبگاه گفته شده که افتتاح نمایندگی‌های گمرکی برای افزایش سطح همکاری‌ها، بهتر اجرا شدن قانون‌های گمرک، سرعت بخشیدن به امور بازرسی و آشکارسازی بازهکاری‌ها،
حمل و نقل کالاها میان کشورها و بهینه‌سازی حسابرسی پرداخت‌های گمرکی مساعدت می‌کند. بنابر داده‌های سازمان آمار دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، روسیه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان است و سال 2014 حجم گردش کالا میان تاجیکستان و روسیه بیش از 1.2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد که تقریباً 22% از حجم عمومی بازرگان خارجی کشور در سال گذشته است. آژانس مبارزه با فساد از بازداشت نوجوان اطلاع داد که با سوء استفاده از پسر رئیس جمهوری تاجیکستان شهروندان و مسئولین دولتی را فریب میداد. عالم زبیرزاده سخنگوی آژانس روز 6 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت دانش آموز دبیرستان بین المللی شهر دوشنبه خوشدل قربانوف خود را چون سامان امام علی معرفی کرده از افراد پول کلان گرفته و برخی از مسئولین دولتی را نیز فریب داده است. خوشدل قربانوف در همدستی با خویشاوندش جورخان خالوف با دروغ و فریب از شهروند محمد رضا رجبوف 50,000 دلار ستاندند. خوشدل قربانوف در همدستی با خویشاوندش جورخان خالوف با دروغ و فریب از شهروند محمد رضا رجبوف 50,000 دلار ستاندند. آنها رجبوف را گفتند که برای دریافت کردن 300 هکتار زمین در ناحیه رودکی به سبزعلی مجیدوف مسئول جماعت چیمتپه مراجعت کند. چنان که آژانسی ضد فساد گزارش می دهد این فریبکاری خوشدل قربانوف در سال 2014 صورت گرفته بود. همکنون برای بازجویی تبهکاری خوشدل قربانوف پرونده باز شده است. یادآور می شویم که ریاست این آژانسی را رستم امام علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. تاجیکستان و پاکستان همکاری خود را در بخش‌های انرژی و بازرگانی گسترش می‌دهند. همکاری‌های تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های بازرگانی و انرژی در دیدار معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نظام‌الدین زاهدی با وزیر انرژی و منابع آبی پاکستان عابید شیرعلی در اسلام آباد بحث و بررسی شد. بنا به اطلاع روابط عمومی وزارت کارهای خارجی جمهوری، نظام‌الدین زاهدی همچنین با وزیر بازرگانی پاکستان خرم دستگیرخان دیدار کرده و وضع کنونی و دورنمای روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را بررسی کرده است. در این دیدار بر اهمیت توافقنامه سه‌جانبه ترانزیتی میان تاجیکستان، افغانستان و پاکستان تاکید شد. اسفندیار عبدالرحمانوف که ماه ینور سال جاری رهبری سازمان جوانان سازندگان وطن را بر عهده گرفته بود، دیروز این سازمان را ترک کرد. و در صفحه فیسبوکش نوشته که دلیل کناره‌گیری‌اش محلگرایی و بخیلی است که در کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حکم فرمایند. وی با احساس در صفحه‌اش نوشته گفت آورد: لعنت به کارمندان کمیته مرکز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان غیر از جناب عالی. همچون رئیس سازندگان وطن صدقاً 3 ماه فعالیت‌های فوندامنتالی نتیجه دار کردم. از دسته محلگرایی باباجانیان رناخان که روز 27 فوریه 2015 کرد و جدای اندازی بدی بخیلی اکثریت کارمندان کمیته استعفا دادم. برایم یک مکتب بزرگ سیاستمداران را شناختن شد. بسیاری ها به من گفتند استعفا مده که در نزد جناب عالی سیاحت میکنند. استعفا دادم. بگذار حق به حقدار برسد. جوانانی عزیز، اگر برای سخنان حقم عذاب کشم، این عذاب پس سر می شود. بگذار تاجیکستان آباد شود. بار سخنگوی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عثمان صالحیف در مصاحبه با خبرگزاری آزیا پلوس کناره‌گیری عبدالرحمانوف را تایید کرد و گفت ترک کردن سمت رهبری سازمان جمعیتی از جانب او را نمیتوان استعفا نامید، زیرا او اختیاری بدون دریافت حقوق سازمان سازندگان وطن را راهبری میکرد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سازمان جوانان سازندگان وطن را ماه اپریل سال 2011 تأسیس داد که ماه نوامبر همان سال در وزارت دادگستری ثبت نام شد. همکنون این سازمان کمابیش 30,000 عضو دارد. افزون بر آن 52,000 عضو جوان
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نیز به سازندگان وطن پیوستند. بازار شاه منصور و بازار خودروفروشی که میان مردم دوشنبه بیشتر با ماشین بازار معروف است، کوچانده خواهند شد. بنابر اطلاعی که خبرگزاری آزیا پلوس از یک منبع در شهرداری دوشنبه گرفته است، جابجایی این بازارها در راستای اجرای طرح کلی آبادانی شهر دوشنبه صورت می‌گیرد. با گفت منبع آن خبرگزاری، شهردار پایتخت محمد سعید عبیداللهیف اخیر هفته گذشته به ساختارهای مربوطه شهر دستور داد که مکان ساختمان بازارهای نو را معین کنند. بنابر گفته آن، مسئول شهرداری بازار خودروفروشی از قلمرو شهر بیرون برآورده می شود. سینا حسنزاده، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پنجکند، در صفحه فیسبوکش نوشته که شاهد خدایبردی و مدیر روابط عمومی شهرداری پنجکند روز 29 اپریل او را به دفتر کارش دعوت نموده 150 عدد عرضه اخراج از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سپاریده است که اکثریت آنها عضو این حزب نیستند و باز عجیبترش عرضه ها به نام رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری نوشته شدند. ماه اپریل سال جاری پورا ماه فشارها بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پنجکند بود. تا جایی که بنده مشاهده دارم، فشارها در همین ماه خیلی شدت یافتند. مخصوصا خود بنده رو که رئیس بخش این حزب هستم در پنجکند، 3 مرتبه تکرارا رئیس امنیت، شعبه امنیت دعوت کرد و با فشار و تهدیدها و باراهای فریب و حتی تحقیق خواستند که روی خط پوره اعضای حزب که 1200 نفر تقریبا میباشند از دست من بگیرند. ولی چون من از دادن روی خط سرکشی کردم و از بالای رئیس امنیت با پروکراتور شهر شکایت کردم، فکر میکنم ناامید شدن و راههای دیگر را پیش گرفتن. چندین مرتبه از محله های شهر و از بعض دهات پنجکند و من تکرارا زنگ ها میشد که بالای ما فشار هست، ما رو مجبور کرده ایستادن که از سطح حزب خارج شویم. تاریخ 29 اپریل سال جاری خانم خدایبردی و شاهده، مسئول روابط اجتماعی و کار با جامعه حکومت شهر پنجکند مرا دعوت نمودند و در اتاق کاریشون به دست بنده 134 عدد عریضه هایی به اصطلاح خارج شوی از سطح حزب را سپاریدند. شاهده خدایبردی و در این باره چنین میگوید: بسیاری همون جماعت با همیشه آدمایی هستند که طرفداری کردگی همین حزب نهضت اسلامی، لیکن از اون نبودن، لیکن روی خط سینو با ما نمیدونیم از چی سبب، با کدام سبب که ما در روی خط حسن سینو وارد شدیم، لیکن ما از اون نشده بودیم، لیکن در روی خط سینو هستیم. اگر روی خط سینو با باشم من برورتون گفته آدم‌ها عریضه دادم. ما یک تا شیراز با گفت دادم، هر دوی همون با گفت دادم که گفتم سیاست خیراتمندی سرور دولت تو با معقول نمی، نعمت‌های استقلالیت تو با معقول نمی. من سوال دادم شکرانه استقلالیت تو نمی‌کنی؟ میگفتم اگر شکرانه استقلالیت کنی، گفتم خیلی، گفتم تو به چی نمیرسد؟ آرزوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان شد، نزد مردم باشه، آبادانی سازندگی یا همراه است و کار کن موقعی. گفتم من این جهتاش اونو به فهمونده دادم، لیکن عریضه نویس. ما عقل و تمیز خودم هست، یگان کس نگفتیم. این نمیگویم من و یابا. یگان بار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سر پنجکند کارهای آبادانی و سازندگی با مشغول نمیشد. حزب نهضت اسلام تنها در دوره انتخابات پیدا می شود. انتخابات که شد، حزب نهضت اسلام السلام علیکم ما همجا هستیم، ما هم دفتر شدن میخواهیم، عدری کابینت ما میدارد. تکواندوکاران دوشنبه برای بزرگداشت 70مین سالگرد پیروزی زورآزمایی کردند. مسابقه امروز در میدان تنیس بازی شرکت راه آهن تاجیکستان برگزار شد. مسابقه با ابتکار کمیته ملی المپیک تاجیکستان در چارچوب برنامه‌های روز المپی در همکاری با فدراسیون ملی تکواندو برپا گردید.
марат орифов аз эрон бо симурғи блурин баргашт. марат орифов барои нақшофаринӣ ки дар филми муаллими носири саидов дар ҷашнвораи байнулмилалии фаҷр дар эрон беҳтарин ҳунарпеша шинохта шуд. вай дар бахши ҷилвагоҳи шарқ ки вижаи синамои кишварҳои шарқӣ ва исломӣ буд беҳтарин бозигар дониста шуд. шоёни ёдоварист ки яке аз доварони ин бахши ҷашнвораи фаҷр коргардони маъруфи тоҷик давлат худоназаров буд. дар ҷашнвораи имсол филмҳо аз 54 кишвари ҷаҳон дар 3 бахш рақобат карданд ки миёни онҳо филми носир саидов муаллим низ намоиш дода шуд. ин филмро ширкати синемои тоҷикфилм таҳия карда ва нақшҳои аслиро дар он марат орифов, ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва маҳнози афшор, бозигари эронӣ офариданд. достони филм зиндагии душвори омӯзгорони тоҷик дар охири солҳои пурталотуми 90 дар тоҷикистон аст ки дар он замон идеологияи шӯравӣ рӯ ба таназзул овардаву муаллим мақому манзилати баландашро дар ҷомеа аз даст дод. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯз ба поён расид. хуш бошед бинандагони гиромӣ, то барномаҳои оянда.